به مواردی اشاره خواهیم کرد که به ایمنی در آب منتهی میشه. وقتی که شناگر میخواد از محیط‌های آبی استفاده کنه، به خصوص دریا، باید حتما محل شنا رو شناسایی کنه که اونجا منطقه‌ای هست که برای شنا مناسبه یا نه. معمولا انواع اشیا، چوب، میله‌گرد، آهن، بتون و از این قبیل وسایل داخل آب قرار میگیره که به وقتی شناگر وارد آب میشه با شیرجه زدن یا با یه حرکتی در داخل آب آسیب میبینه و اینا رو باید رعایت کنه. یک مسافر یا یک شناگر که در محیط‌های آبی میاد باید هنگام شب شنا نکنه، مراقب اطفال و کوچک خودش باشه. در کنار ساحل باید اشیای شکسته که در اطراف سواحل وجود داره مراقب باشه که خودش رو زخمی نکنه یا اطرافیانشون آسیب نبینه. در دریای طوفانی و بسیار مواج یا خطرناک و جاهایی که انواع خیزاب داره، حتما باید موارد ایمنی در این شرایط رو در داخل دریا رعایت بکنه. ما برفرض در داخل محیط آبی غریق رو گرفتیم، آوردیم بالا و به اقدامات حیات بخشی احتیاج داره. ما باید روی اونا بسته به این که تنفس داره یا ماساژ نیاز داره، اینا رو به مراکز اورژانس هدایت بکنیم با تیمی که در ساحل حضور دارن. موارد مربوط به تنفس مصنوعی و ماساژ قلب که یک بخش مهم در عملیات نجات هست، باید با ممارست و تمرین و دانش کافی انجام بشه. بعد اگر که غریقی رو گرفتیم اصلا نیازی به تنفس یا ماساژ قلب اینا نیاز نداشته باشه، فقط تیم ما باید ارزیابی کنه در یک محیط مناسب، سایه، دور از دسترس شلوغی ها، آفتاب شدید، در یک جای مناسب قرار بدیم و همراه اون غریق باید مراقب این فردی که تازه از آب گرفتیم باشه.